سلام، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه است. من با دوستای نازنینم ژیلا، این خانم گفته خود نشونم نده. خودش گفته، اسمش هم نمیبرم. نه، پریسا. داریم میریم امروز میخوایم یه برنامه مفرح برای خودمون بزنیم. اول میریم دیدن آرش، بعد چند میخوایم ببینیم چی میشه. هر جا بریم شما رو میبریم. ما الان رسیدیم. نه قطعه هنرمندان. بریم یه سر به آرش عزیزم بزنیم. خدا کنه گلاشو ژیلا نکنده باشه. اگر کنده بودن مرجان دیگه نکنم. خب نمیشه اون چاله رو چیکار کنم؟ اون چاله خالیه. توی چاله خالی براش یه فکر کنم. سر جاشونه؟ آره من بوده اومدم ببینم سر جاشونه. براش یه فکر. ببین کندن ازشا. لطف کردن از خودش کندن، پرپر کردن. ولی خب بازم خدا رو شکر که سر جاشه. خدا رو شکر. آقای بدری رو بگیم بیار. خب الان اومدم شارش ژیلا و این خانم که روشو کرده اونور دارن گل میچینن برای آرش. بعد دیگه اینجا قطعه هنرمندان، یه سری دوست و همکار خوبن که اینجا خوابیدن. روح همشون شاد، روح آرش نازنین منم شاد. ما بعد از پیش آرش الان اومدیم محله دولت آباد که یه محله عربیه و ساکنانش اکثرا مال عربای عراق و لبنان و اینان و اینجا شاورماش خیلی معروفه. یک جای خیلی ببینید خیلی شلوغ و خوشگلی هم هست و اکثرا مردم برای خوردن شاورما و اینا میان اینجا. اینجا خیلی جای خوشگلی هست. بچه همین جای همیشگی رو میتونیم. جای ماست. ما بریم ما زدن هر جمعه. اینجا شاورماش حالا بعد نشون داره چیز خیلی خوشمزه. حالا بگیر آره ما به این صورته که اینجا توی نونی میپیشن، بعد نونا رو به این صورت میذارن زیر این پرسه و میپسن. اینجا بهشگن کلا یک شاورمای عربی. این هم جای ماست که نشستیم اینجا. آمد اینجا هنوز خوشمزه خوشمزه بود و کیف بود. الان اینجا دقیقا ولی خیابون قشنگیه. اینجا اصلا دوست داره همه چیز آره. شماره 29 با مزه است. الان اینجا چی میده؟ سمون عراقی و خبز لحم. ببین این الان اسم این خبز لحمه. هم بلدی چه با مزه. میگیم صابون رگی، الان در شما بعد فارسی چی میگیم؟ بله اینجا نوشته رگی. نوشته رگی. خانم برای سرتون میدید چرا؟ هم چشم نگیرم؟ هم چشم اذیت نمیکنه، هم برای ریزش بخوره. چه باحاله. البته این اگه خاصی ادون ببر. یه قصه جذاب بهتون بگم. اینا چی هست؟ اینا اسمش چی بود؟ کنافه. اینجا کارشون کنافه عربیه و تو کنافه عربی بسیار سفارش میدید و چای هم دارن. میشینی کنافه عربی و چای میخوری. سلام، حالتون خوبه؟
آره خیلی خوبه، کلا خوشمزه. من معتقدم که من نمیدونم دوست دارم یا نه از اون اونجوریا. خب بگیر دیگه از اون هم بگیر دیگه. بگیر خب یه دونه بگیر. اشکال نداره؟ چه اشکال نداره؟ صفا بر؟ نه خواهشم بفرمایید. شما اجازه بله می‌فرمایید؟ بله. راست دولت آباد ما ایشونه. نه دولت آباد داخل راستش مال من دیگه. یه چیکار میکنه آقا؟ بس چی میخوای؟ حالا چی میخوای؟ باقلوا؟ خب بگو باقلوا. 2 تا یکی چند تا میخوای؟ ما این اسمش چی بود؟ کنافه بود؟ یه ما کنافه و چایی گرفتیم. واقعا عکس خوب از اون بگیره. خیلی این بنای طغراله که میگن که این بنا 1000 سال همین قدمتشه و سلجوقیان 200 سال که طغرل اولین طغرلبیک اولین پادشاه سلجوقیان بوده که اون این بنا رو ساخته. بعد 2 بارم مرمت شده که این 2 بار یکی تو زمان مثل یکی تو زمان قاجار بوده، یکی هم تو زمان جمهوری اسلامی بوده. بعد 80% این بنا هم واقعیه و بقیه‌اش هم مرمته. یه چیز بامزه که داره اینه که الان نگاه اینجا کبوترخونه‌شه. یه چیز بامزه که داره نگاه کنیم. چه باحاله. دیدی که رسوا شد دلم. دیدی چه قشنگه.